روزی جماعتی دور ملا نصرالدین حلقه زدند و یکی از حاضران که بسیار اهل فلسفه بود پرسید: ای ملا، تو که دنیا دیده و با تجربه‌ای، به ما بگو شگفت‌انگیزترین و عجیبترین رفتار این موجود دوپا چیست؟ ملا دستی به ریش خود کشید، لبخندی زد و گفت: والله که کار این بنی بشر سراسر عجایب است. اول این که در کودکی چنان از بازی خسته می شود که برای بزرگ شدن عجله می کند و کله معلق می زند تا زودتر قد بکشد. اما همین که بزرگ شد چنان دلتنگ دوران کودکی می شود که حاضر از همه چیزش را بدهد تا دوباره کودک شود. دوم این که در جوانی سلامتیش را حراج می کند تا مال و ثروتی به چنگ آورد. اما همین که کیسه‌اش پر شد باید همان پولها را خرج دوا و حکیم کند تا بلکه آن سلامتی از دست رفته را باز پس گیرد. سوم که طوری حریصانه زندگی می کند که انگار عمر نوح دارد و هرگز نخواهد مرد. اما وقتی عزراییل سر رسید چنان دست خالی می میرد که انگار حتی یک روز هم در این دنیا زندگی نکرده است. جمعیت در سکوت فرو رفتند. ملا کلاهش را جابجا کرد و در آخر گفت: خلاصه آنقدر نگران آینده است که هنوز نیامده که امروز نقد را هم مفت از دست میدهد. غافل از این که زندگی نه در دیروز است و نه در فردا. زندگی همین لحظه است که من دارم برای شما حرف میزنم و چایم سرد شد.